سلام استاد جلال گرامی. سلام بر شما، سلام بر همکاران تکنیکی شما و سلام بر شنوندگان پروگرام وزین شما. سپاسگزاریم. عرض کردیم به وضعیت ناقلین به این صورت از یک کشور دیگر و ورودش در یک جغرافیای و در یک نقطه به لحاظ سیاسی مشکوک آیا سابقه داشته در کشورهای منطقه ما یا در جهان به این صورت و تحلیل شما از این وضعیت چیست؟ مسئله ناقل ها یک مسئله نو نیست. یک تقریبا اگر به دوران امان الله خان و نادر خان و اعلیحضرت محمد ظاهر شاه برگردیم، این کمی چی است؟ یک ریشه داره. یک تعداد مردمای از داخل افغانستان، یک تعداد دیگه از بیرون افغانستان که هنوزم به نام قوم وزیری یا وزیرستان یاد میشه، اینا را بردن در شمال جابجا کردن و البته امکانات جابجایی از اینا را انگلیس ها بسیار کمک کردن و دلیلش هم است که انگلیس ها به این فکر بودن که اقوامی که در مرزهای شمال افغانستان است مثل ترکمن ها، ازبک ها، تاجیک ها، اینا در اون طرف ازبک، در این طرف ازبک، در اون طرف تاجیک، در این طرف تاجیک، در اون طرف ترکمن، طرف ترکمن، اینا علایقی به یکدیگر دارن و قابل اعتماد نیستن. امکان داره از طریقی از اینا انقلاب به افغانستان صادر شود. بنابراین برای از اینکه مرزهای شمال افغانستان مطمئن باشه، انگلیس ها مشوره دادن که یک تعدادی از ناقلا را ببرین در اونجا جابجا کنین، زمینشان بتین، کمکشان بکنین و تا بالاخره اونا همونجا متوطن شد. این روند توسط محمد گل مومن به شکل بسیار سازمانی یافته‌اش صورت گرفت و یک تعداد در اونجا جابجا کردن که حالی صاحب خانه هستن و صاحب امکانات. دوباره هم که طالب به شمال افغانستان راه یافت، این برادرها بسیار کمک کردن طالبا را، نان دادن، جای دادن. پایگاه اساسیشان خانه و جای همی برادرها. این بارم فکر میکنم که آل خو علایق طالبا، چی طالبایی که در این طرف هستن، چی طالبایی که در اون طرف هستن، لربر علایق شانی است که از این فضا اگر بتانن استفاده کنن، یک تعداد ببرن در نه تنها در شمال افغانستان، در قسمت های هرات، در بعضی جاهای دیگه ببرن، اینا را در بامیان، در پنشیر جابجا کنن، مناطق استراتژیک اینا بگیرن دیگه برای آینده. این مناطق در اینجا معادن است، در اینجا آب هاست، در اینجا حلفچر هاست. تعداد مردمی که به نام کوچی در این سمتا می روند سالهای متمادی با مشکلات مواجه هستند توسط مردم بومی یا مردم محل. بنابراین برای از این کوچه آزاد بروند، از معادن اینا خوب استفاده کنن. معادن سرشار در اینمی جغرافیا وجود داره دیگه. کدام مشکلی برای دولت مرکزی ایجاد نشوه، اینا کوشش میکنن یک تعداد ببرن جابجا بسازن. ولی زمان بسیار متفاوت است. زمان امان الله دیگه چیز بود ولی زمان فعلی دیگه چیز است. اون وقت مردم هم آگاهی نداشت و اینقدر منظم و منسجم نبودن، ولی مردم بسیار آگاهی پیدا کردن. من فکر نمیکنم که انتقال ناقلا از وزیرستان یا خاک پاکستان به افغانستان به این سادگی صورت بگیره و به این سادگی اینا در شمال بروند جابجا شوند. چند روز پیش ما در رسانه ها شنیدم که گفتن که دولت امارات با دولت پاکستان به تفاهم رسیدن که وزیر داخله ما و وزیر داخله از اونا که ما تی تی پی را از مرزهای پاکستان دور میکنیم، غالبا اینا را میبریم در بامیان یا در قندار، هرات و طرفهای شمال جابجاشان میکنیم. اما غافل از این که وقتی که تی تی پی را اینا در شمال ببرن جابجا بسازن، آیا کشورهای آسیای مرکزی در زیر علاشه میشینه؟ ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، تاجیکستان، آذربایجان، اینا همگی احساس خطر میکنن و بی‌ثباتی، تشویش از بی‌ثباتی دارن. بنابراین به هیچ وجه حتی روسیه فدراتیو اینا بی تفاوت بودن نمیتونن. حتی اگر به صورت دست جمعی یک تعداد اتباع پاکستانی را اینا ببرن داخل افغانستان، مثلا ببرن در دشت آبدان میرلم جابجا کنن یا در دشت لیلی جابجا کنن که وزیر داخله طالبا رفت به شمال در دشت لیلی نماز هم خوان. ظاهرا خوب با مو کسایی که در اونجا دفن شدن، اما گفتن که اصل گپی بود که دشت لیلی را دیدن و تصمیمشان است که یک تعداد زیادی از ناقلا رو برن جابجا کنن.
اما مردم محل به جای خود بمانید. هندوستان مهاجرت ها یا جابجا کردن های کتلوی و دست جمعی را تحمل میکنه. تاجیکستان، ازبکستان، روسیه این را تحمل میکنه. این فکر میکنم که یک بی‌ثباتی منطقوی را به وجود میاره. برای از اینکه باز اگر گپ قدر جدی شود، در نهایتش باز از هر کس از تبار خود دفاع میکنه. باز از ازبکایی که در اطراف دشت لیلی جابجا هستند، در شبرغان، در فاریاب، سریپول، باز از اونا ترکیه بی تفاوت بوده نمیتونه، ازبکستان بی تفاوت بوده نمیتونه، قزاقستان و تمام ترک تبارهای دنیا بی تفاوت بوده نمیتونن. من فکر میکنم یک جنجال بسیار کلان و حتی پشتون هایی که در اون محلات هستن، من فکر میکنم چون اگر اینا را ببرن جابجا کنن، اما مناسباتی را که اونا مناسبات خوبی را یا نسبتا خوبی را که دارن با مردم محل، با هزارها، با تاجیکا، با ازبکا و ترکمنا، اما بر هم میخوره و یک نزاع به وجود میآید و این نزاع دامنه هاش فراتر از مرزهای افغانستان میره و بازی اونجا بی‌ثبات میشه و تاجیکستان باز در مرزهای خود ممکن کارایی بکنه، ازبکستان بازی. اما زندگی نسبی را که پشتون ها در قندوز دارن، آرام زندگی میکنن، در بغلان دارن و در بعضی قسمت های مزار فاریاب پشتونکو دارن، پشتونکود، اما از بین میره. حتی فکر نمیکنم که تاجیکا را به جای خود بمانین، ازبکا را به جای خود بمانین، هزارا را، حتی خود پشتون های محلی هم احساس خطر میکنن. حالا گفتن که اینا رو به خاطر از این جابجا میکنن که ترکیب قومی رو تغییر بدن، حداقل تغییر بدن. اگر 100% هم نمیتونن 50% خوی رو تغییر بدن. اما این کارم یک کار ساده نیست. این انعکاسات ملی داره، این انعکاسات منطقوی داره، این انعکاسات جهانی داره. و از یاد نبرین که امارت اسلامی هنوز حکومتشان حکومت اداره موقت است. اداره موقت مطابق با توافقنامه دوحه این صلاحیت داره. همین امریکایی‌ها که هفته یا دمای 40 میلیون دلار به اینا میارن، باز اونا اجازه میتن که تیرک جنجال کلان در سطح منطقه ایجاد شود که هندوستان مناسبات خوب با امریکا دارد، ترکیه جزو ناتو است. اینا همه ناراض میشن. ایران شاید عکس العمل نشان بده. این جرأت پاکستان قدم میتونه که از این فرصت استفاده کنه، اگر در ببره جابجا کنه. ولی مردم محل هم متوجه باشین که آرام هستن. اگر این کار شود، من فکر نمیکنم که مردم آرام باشینه، مردم صلاح میگیره. ولی میخوایم جناب زرابی صاحب خدمت شما عرض بکنم که همین گپ فکر میکنم تنها در سطح رسانه هاست، عملا کار صورت نگرفته و اینا میدونن که اگر دست به این عمل بزنن با چی عکس العمل‌های جدید داخل. جناب ذبیح الله مجاهد تایید کردن این سخن را رسما. من پیشتر گفتم که اونا علایق خود دارن، به خاطر از اینکه از شمال مطمئن نیستن و نگران هستن که باز شمال در مقابلشان اگر بخیزه جنجال بسیار کلان ایجاد میشه و کشورهایی که در اطراف شمال است هیچ نوع علاقمندی جدی به طالبان ندارن. بنابراین اینا کوشش میکنن که پایه های خود در شمال محکم بکنن و به همین خاطر است که TTP را میخوان به شمال ببرن، ولی به مجرد کورا ببرن سر کشورهای آسیای مرکزی عکس العمل نشان میدن. این گروه های را، این وزیرستانی ها را که ببرن در دشت لیلی یا دشت آبدان میرعلم یا در دیگه جاها جابجا کنن، هندوستان به تفاوت بوده نمیتونه. بنان یک جناب استاد بسیار ببخشین شما صحبت شما در حد است که شما فکر میکنید که یعنی یک صحبت احتمالی میکنین که اگر ببره یا هنوز نبوده، اما تلویزیون‌ها و میدیاهای بین‌المللی سر از این موضوع بحث‌های گسترده داشتن و ویدیوها داشتن و جار جنجال‌ها در مناطق تخار و بخش‌های شمال دیگه بود، حتی در فاریاب خانه‌ها را در دادن و این کارا کردن. این از دیر مدت جریان داره. آیا شما فکر میکنید تا آقای مبارز من نظر شما را 100% رد نمیکنم، که ملاحظات من توجه کنید. ما به این فکر هستم که یک تعداد پشتو زبانایی که در این مناطق زندگی میکردن، در تخار، در فاریاب و میمنه، اینا وضعیت رقمی شد که در دوران جهاد اینا رفتن پاکستان، اینا در پاکستان بودن، ولی فکر میکنم که یک اطمینان پیدا کردن در دوران حکومت دولت اسلامی، حتی در دوران کرزی، حتی در دوران اشرف غنی اطمینان نداشتن که ما اگر بریم در افغانستان پس زمین خود، باغ خود، خانه خود گرفتن میتونیم. چون زورمندار از زورمندا میترسیدن، از قماندان‌ها میترسیدن، قماندان‌های محلی مربوط به هزارها، مربوط به ازبک‌ها، مربوط به تاجیک‌ها.
و دولت مرکزی را هم دولت ضعیف میدانستن، فکر میکردن که از اینا حمایه نمیکنه. حالی که دولت کلا در دست خودشان است، با اطمینان میگه ما میتونیم بریم در خانه های سابق که از دوران امان الله گرفتن زمین، از دوران نادرخان گرفتن، از دوران ظاهر شاه گرفتن، همونجا بریم در خانه های خود. ما فکر میکنم یک قسمت زیادش همین مهاجرین است که اینا رفتن به پاکستان و حالا برگشتن. ولی این رسانه ها این پوشش دادن جنبه تبلیغاتی که گویا وزیرستانی آمدن، ولی اونا یک تعدادش از وزیرستان بود، داخل همونا را از همونجا آوردن. یک تعدادش از زمین مردم افغانستان بود، از زمین چارچوب افغانستان این طرف مرز دیورند. یک تعداد از همون طرفا رفتن آوردن و قندوز جا بجا کردن، پشتونکوت و بعضی جای فاریاب جا بجا کردن، مزار و بلخ و دوجا جا بجا کردن. این گپا شده. حالا من فکر میکنم امونا آمدن و ایره مخالفین برای از اینکه مردم بیشتر تحریک کنن تا مردم تفنگ وردارن، ولی مردم محل مسائل بسیار آرام خونسر تعقیب میکنن و هنوز اون چیزی را که رسانه ها میگه و مطبوعات میگه او گپ تحقق نیافته. اگر او گپ تحقق بیافته باز مناسبات دیگر رقم میشه، شکل مثلا تغییر میکنه. جناب استاد معظم، ما با احترام به صحبت های شما و دیدگاه شما و همچنان معلومات شما، احصایی که گرفته شده و احصایی که از طریق میدیای بین المللی و ملی ارائه شده، مناطق هزاره‌نشین، دایکندی، صدها و هزارها جریب زمین امروز تحت غصب قرار گرفته و همچنان سرپل. اما شما ممکن موافق نظر ما باشین که در از داخل افغانستان به ندرت حقایق و جریانات انعکاس پیدا میکنه، به خاطر که خیلی میدیا یا مطبوعات تحت فشار قرار داره. یک مسئله. موضوع دوم، ما شما همه در افغانستان زندگی کردیم و طی سالیان متمادی و جنگ ها را همه در افغانستان بودیم و قسم که اطلاع دارم شما تشریف داشتین. زمان جهاد در هر منطقه که جهاد صورت گرفت، مردم بومی به کوه ها ریختن. هیچ وقت کوچ کتله‌ای صورت نگرفت که یک کتله از این مردم برآمده باشه و کسی دیگه آمده باشه جایدادش گرفته باشه. کسایی که در کوه برآمدن در زمان جهاد طبیعتا از خانه و جای خود، اگر پیش زمان تحت سلطه دولت وقت بود اما اطلاع داشت یک کسشون بود و یا ای که بعد از 8 ثور 1371 تحولات سیاسی که تغییر کرد، هم آمدن جایداد خود دوباره گرفتن و او را هم میشناختن که عزیز است و به ندرت مناطق کوچینشین برآمدن، کسایی که اونا می آمدن رفت آمد داشتن و حتی در زمان جنگ های داخلی در هر زمستان این تغییرات در ثبت سازمان ملل میشد که از 2 مرز جنوبی و شرقی مهاجرین ثبت میشد و داخل میشد، می آمدن به خانه و جای خود، باز گرمی ها پس می رفتن. اما این شکل که کسی رفته باشد تا جنگا و حال بعد از 40 سال بعد، این به نظر شما منطقی می آید؟ بله، این کاملا منطقی است. ما خدمت شما عرض میکنم که ما از شمال افغانستان هستم، از بدخشان هستم. یک آدم وقتی که در برابر پرده تلویزیون قرار میگیره باید راست بگه، غیر از او بازی تو یک طرفه گپ زدن مثل بعضی برادرها واری. ما طرفدار او رقم صحبت ها نیستم. آدم باید با فکری همه جانبه بر روی واقعیت ها صحبت کنه. حقیقتی است که در دورانی که روس آمدن و جنگ های تنظیمی شروع شد مقابل حزب دموکراتیک، این گپ شما صحیح است که یک تعداد مردم به صورت انفرادی رفتن، اما یک تعداد دیگه به صورت دست جمعی رفتن. خصوصا پشتونهای شمال یک جمعیت کلان از تخار خیس رفت، یک جمعیت کلان از فاریاب خیس رفت، یک جمعیت کلان سه به زمین بلخ مزار شریف رفتن. اینا در دوران حکومت استاد ربانی، در دوران حکومت حامد کرزی و اشرف غنی اطمینان نداشتن که اگر پس بریم زمینای خود گرفتن میتونیم، خانه خود گرفتن میتونیم. در وقتی آمدن که حالا فکر میکنن که 100% ما میتونیم همه چیز خود پس دوباره بگیریم، اینا آمدن او خانه ها را یک تعداد مردم واقعا تصرف کرده. یعنی شما همچون کسا را میشناسین در مناطق خودتون؟ مثلا
در همین سر پول یک قوم کلان اسحاق زیا، یعنی اسحاق زیا 90% خستن رفتن پاکستان، حالا یک تعدادش پس دوباره آمدن و حال رسانه ها تبلیغات میکنه که اینا وزیریستن. نه اینطور خوب. حالا خوب ببینین، ما این نه طرح مسئله قومی است و نه حل مسئله قومی، این بحران آفریدن است و از روحیه مردم، از احساسات مردم استفاده مثلا اینمی به نفع کی است که این تفرق پراگندی انداخته بشه؟ مردمی است که تفنگ گرفتن، کس از پشت سرشون نرفت و اینا در دوران اشرف غنی مرتکب بسیار خطاهای بزرگ شدند، در دوران کرزی مرتکب خطاهای بزرگ شدند. اما اینمی اطلاعات از تریبیون از اونها خطال نبرامدن به جز از تریبیون مثلا افغانستان اینترنشنال، بی بی سی، مثلا شاید افغانستان اینترنشنال معلوم است دیگه. ببینید دیگه‌اش هم بی بی سی هم گزارش دادن، یک گزارش بی بی سی هم در بی بی سی هم بسیار کسا من میدونم کار میکنه که از ایران هستن و یک تعداد برادرای پرچم از کار میکنن. اینا ببینید پرچمی هستن، اینا هم مقدار تبلیغات میکنن که گویا کل وزیرستان اومدن. نه، وزیرستان از وزیرستان شاید علایق داشته باشه تا که بیاره، اما اینا پاکستان میفهمه که هندوستان عکس العمل نشان میده، اینا پاکستان میفهمه که کشورهای آسیای مرکزی به تفاوت نمیچینن، حتی روسیه خصوصا که تی تی پی را ببرن در شمال جابجا بکنن، روسیه به تفاوت است. حتی ایران با هم مناسبات صمیمانه و گرمی که با طالبان داره، در نهایتش اگر باز فکر کنه که در بامیان و در دایکندی در مناطق هزارانشین مشکلات ایجاد میشود، باز او خو مناسبات مذهبی خود داره، این به تفاوت نیست. وقتی که از شیعای لبنان دفاع میکنه، از شیعای عراق دفاع میکنه، از شیعای یمن دفاع میکنه، خود طبیعی است که از شیعای افغانستان هم دفاع میکنه. ولی من بازم تکرار میکنم براتون که طالبان علایق درونیشان دیگه چیز است، علایق دارن، ولی این علایق مطرح کردن. پاکستان هم علایق داره که یک تعداد گروه های مخالف خود ببره از مرز دور کنه، تی تی پی را در شمال. یکی در او شمال خوب باز مردمی وجود داره، او مردم خود نمردن، او مردم زنده هستن و قدم به قدم تمام مسائل تحت کنترل دارن و ببینن که در اینجا چی میشه. بله همین آیده ها وجود داره، ولی تا هنوز جنبه عملی پیدا نکرد و جنبه عملی پیدا کردنش بسیار مشکلات کلان ایجاد میکنه برای طالبان. یک عده نیروهای مسلح که در خصوصا برادرای در تاجیکستان جمع شدن بسیار پروپاگاند میکنن که این طالبان را و وزیرستانیا را، این پشاوریا را میارن در شمال جابجا میکنن که گویا مردم بخیزه از پشت سر ما. مردم از پشت سر این برادران نمیخیزن. چرا؟ آزموده را آزمودن خطاست. در دوران استاد ربانی اینا امتحان خوب ندادن، اما رئیس سفید هم نماندن. اما یک آدم با حیثیت بود در پشاور وقتی که در کابل آمد بسیار وضعیت خراب کرد. در دوران یک کرزی اینا چیکار کردن، در دوران اشرف غنی چیکار کردن، حالا پاس دوباره که اینا در کور رفتن باز اصلاح شدن. بنابراین این اشارها، این تبلیغات، این پروپاگاندا جایی را نمیگیرن. مردم مناسبات خود اقوام نمیخواه خراب کنن. من طرفدار طرح عادلانه و دموکراتیک مسئله قومی هستم و طرفدار حل عادلانه و دموکراتیک مسئله قومی هستم بر اساس اصول شهروندی، ولی طرفدار سمپاشی و طرفدار نفاق افغانی و طرفدار این چیزایی که در تیک تاک ها میبینم، در رسانه ها میبینم، در مطبوعات میبینم، دوستانه براتون میگم که من شرم نمیکنم. بعضی شاگرد حقوق علوم سیاسی خجالت میکشن. همین کلی پشتون داو میزنن که ما چی فلانتون و مادرتون، کلش میفهمی چیز از پروپاگاند است. و نه جناب استاد معظم، ما این صحبت های بحث ما یا مورد بحث ما نیست. ما سر از او چیزا رو ما اصلا نمیشنویم، نمیبینیم و نه اصلا سر از او صحبت میکنیم. او از دایره بحث ما شما خیلی دور است. او یک بخش بخی جدا است. اما با احترام به نظر شما، ما چیزایی که ویدیوهایی که می خود تلویزیون نشان دادن، ما بیشتر سر از او تمرکز میکنیم که از محل، از گزارشاتی که از محل ثبت شده بود و ارسال شد و این بحث بیشتر گسترده شد از میدیای بین‌المللی تا از میدیای تاجیکستانی گپا بوده باشه. یک موضوع دوم این که سیاسون در چه حالت است، چی کردن، قضاوت خود مردم کردن و ما پای از اون نمیریم و اونا جایگاه اگه می داشتن اونجا حضور می داشتن و این هیچ موضوع با اینا ربط ندارن و مردم بیشتر میشناسن. اما گزارشاتی که مستند از صحنه ها آمدن، حتی درگیری ها شده، این شما چی میگین؟ آقای مبارز، من خدمت شما عرض کردم یک تعداد مردم در تخار زندگی میکرد، یک تعداد مردم در بلخ زندگی میکرد، یک تعداد مردم در پشتونکوت، یک تعداد مردم در سر پل
شاید در دایکندی یا طرفای ازارجات هم یک تعدادی دیگر. اینا به صورت انفرادی و دست جمعی گروهی رفتن به پاکستان. حال در حکومت طالبان اینا فکر میکنن که چرا در حکومت کرزی یک بستر خوب هموار بود و چنان که شما اطلاعات دارین موترهای زیاده و مناطق بغلان اینجا رسما سر و صدا کشیده شد، شما خود جریان هستین، در او خو یک بستر خوب هموار بود، چرا اینا نامدن؟ یا در وقت استاد ربانی یا در وقت جنگ خود طالبان که حدودا 5 سال در حکومت اول 1975-76 5 سال کل چیز هموار بود، چرا به این زمان نامدن جناب استاد؟ این بسیار متفاوت است. در وقت استاد ربانی حکومت استاد ربانی را کی مونده؟ گروه های متخاصم علیه یکدیگر جنگ میکردن، جنگ شدید در مزار بود، جنگ شدید در قندوز بود، جنگ شدید در کابل بود، در بسیار جاهای دیگه بود، جنگ بین گروه های مختلف، تنظیم های مختلف. در اون فضا کس می آمد خانه خود پس گرفتن میتونید. در وقت کرزی بله بستر سازی کرد، اما بستر مساعد ساخته نتونست این مردم بیاید. اینمو بستر سازی کرزی است، اینمو بستر سازی اشرف غنی است که بالاخره طالب آمد و حال طالب واقعا یک بستر مساعد برای بازگشت هموطناش و جابجا ساختن تبارش و حتی گفته شما و به قول رسانه ها انتقال یک تعداد مردم از اون طرف مرزا را میخوام مساعد بکنم. ببینین ما گپایی را که میگم گپای رسانه ای نیست، گپای تلویزیون ها نیست، گپ است که افراد سیاسی از محل خواستیم همین موضوع را پرسان کردیم، برای ما گزارش دادن که چی گپ است. مردمای عادی را زنگ زدیم که همینجا چی گپ است برادر، با خصوص مردم محله. اونا برای ما گفتن که بله این فکرها را خو اینا دارن، اما متوجه باشین که این فکر وقتی که بخواهد جنبه عملی پیدا کنه، طالبی بدخشان مخالفت میکنه، طالبی تخار مخالفت میکنه، طالبی فاریاب و میمنه مخالفت میکنه، طالبی مزار مخالفت میکنه. بالاخره او گپی که به نام دین بود و به نام قرآن بود و به نام اسلام بود خو به کلی دیگه یک شکل دیگه به خود میگیره. طالبان خو با همین روی آمدن که ما امارت اسلامی میسازیم، شریعت با برجام میکنیم. وقتی که اینا یک کتله عظیمی از مردم وزیرستان رو ببرن در دشت لیلی جابجا کنن، یک کتله عظیمی دیگه رو ببرن در قندوز آبدان میرالم در اونجا جابجا کنن، شما چی فکر میکنین که او طالبا باز امروز اینا میباشن؟ پس ابراز نظر خود پاکستانی ها و مقامات پاکستانی دروغ است. نه ببینین عکس العملا را میسنجن، دروغ هم گفته نمیتونیم، صحیح هم گفته نمیتونیم. اینا کوشش میکنن که ببینن که در شمال افغانستان عکس العملا چطور است، در بامیان و هزارجات قسمت های افغانستان مرکزی عکس العملا چطور است، طرف هرات و غور اونجا عکس العملا چطور است، در کابل عکس العملا چطور است. بالاخره کشورهای آسیای مرکزی چی عکس العمل نشان میدن؟ این هندوستان او بی تفاوت است نسبت به اینکه آل خاک افغانستان خو میگن که پاکستان اشغال کرده، قبول. این حال وقتی که مردم هم برای جابجا کنه دیگه برای ابد دیگه جغرافیای افغانستان جزی خاک خود کرد. یعنی ما فکر نمیکنم که او موافقت نامه دوحه کدام اهمیتی داشته باشه و اهمیت خود از دست میته. و ما که اطلاع دارم و فکر من برام کمک میکنه و مطالعات کوچکم به من کمک میکنه، من فکر میکنم که هنوز طالبان اجازه از این ندارن که رسما یک حکومت اعلان کنن. هنوز اداره موقت، اینا اداره موقت صلاحیتاش معلوم است، محدود است و این توزیع زمین و این آوردن دست جمعی مردم جابجا کردن اگر علایق درونی آقای مجاهد هم باشه، این را تطبیق کردنش بسیار خطرناک است. در درون طالبان یک لرزش عظیم به وجود میاد. باز اینا طالبای ازبک، طالبای هزاره، طالبای پشتون، تاجیک از دست میدن. حالا خدمت شما یک سوال میکنم، امیال کی نظاره میکنه حکومت طالب یا دستگاه طالب؟ کی نظاره میکنه و کی بازپرس داره که امیال چی میکنه؟ و اگر بازپرس یک بخشی از دفاتر سازمان ملل متحد اونما در کابل فعال است. درست است که سفارت ها وجود نداره، اما استخبارات امریکا، استخبارات آلمان، استخبارات انگلیس، حتی روس، حتی چین، حتی بسیار کشورهای دیگر، ژاپن، امیال در داخل شهر کابل در ولایت ها وجود داره. به نام ژورنالیست، به نام خبرنگار در داخل افغانستان هستند و ذره ذره حرکت های طالبان تحت کنترل و تحت نظارت.
یعنی اونا از منافع ملی افغانستان دفاع میکنن، شما معتقد اگر هستید؟ از منافع ملی افغانستان دفاع نمیکنن خودم بسیار زیاد رسوا نمیکنن. اونا میدونن مثلا بر اساس توافقنامه دوحه طالبان قدرت گرفتن. اینا قدرت که گرفتن ببرن نصف پاکستان بیارن داخل افغانستان جابجا کنن. این دیگه یک مداخله آشکار، آل خو پوشیده است مداخله پاکستان. در اون صورت یک مداخله آشکار علنی خاک افغانستان وطندارای خود میارن، شهروندان خود میارن جابجا میکنن. عکس العملش در سطح داخلی چیست، عکس العملش در سطح منطقه چیست، عکس العملش در سطح جهانی چیست. و سازمان ملل متحد که خبش بگیره، خب برای سازمان ملل متحد به می کشورهایی که نام گرفتم هیچ آبرو هیچ حیثیت باقی نمیمون. جناب استاد اشتباه نیست که بگوییم طالبان بر اساس توافقنامه دوحه آمد به کابل؟ 100% بر اساس توافقنامه آمدن. توافقنامه قسم بود؟ به می شکل بود؟ توافقنامه به می شکل؟ هیچ در این شک نداشته باشین که قدم به قدم توافقنامه دوحه تطبیق شد. نگفتین چرا؟ بله امریکایی‌ها در این فکر بودن که اشرف غنی کمک بکنه ما یک اداره دیگه بسازیم، یک اداره ملی از تکنوکرات‌ها، از مجاهدین سابق، از طالبان. اما وقتی که اشرف غنی کمک نکرد، پروسه پیروزی طالبان را تسریع بخشیدن و قدرت انتقال داد طرفداران امریکا، طرفداران انگلیس، طرفداران ناتو و طالبان. پس حالا چرا کشورهای بیرونی میگه باید توافقنامه دوحه تطبیق شود؟ چیش خیلی تطبیق میکنه؟ اینان چیش تطبیق شود؟ اداره که در او مجاهدین سابق باشه، تکنوکرات ها باشه، نماینده اقوام مختلف باشه و بالاخره برای زنها حق کار بده. یک تعداد زنها در او اداره بیاید و زنها در دفاتر ملل متحد کار بکنه و قانون اساسی را اگر تغییر هم میتن یک قانون اساسی وجود داشته باشه و بالاخره اگر پارلمان هم نباشه حداقل یک شورای دیگه باشه از نخبگان یا از قانونگذاران. این بالاخره نظام باید تغییر بخوره و این حالتی که قدرت در دست یک گروه است، این خب برای این 2 سال تیر شد به نام اداره موقت یا چی میگن حکومت سرپرست. حالا 2 سالگه و 4 سالگه هم همین تو سرپرست باقی موندن میتونه. اینا بله جناب استاد، حرف ما این است، سوال اینجا است که اگر دنیا مسلط باشه پس چرا چنین شد و حالا چرا این کار نمیشه؟ تا 2 سال گذشت، کی مانع است؟ پس چرا این مسلط بودنشان یا توانایی جام جهانی در کجاست؟ امریکا تا هنوز تصمیمش بسیار جدی نیست. دلیلش هم است که امریکا و ناتو، انگلیس، اینا کلش مصروف جنگ اوکراین است. مسئله تایوان هم در دستور روس قرار داره، مقابله با روسیه و بعد از اون مقابله با چین و بعضی کشورهای سرکش، به قول خودشان کشورهای سرکش. اینالی شما قبول بکنین که اگر مسئله اوکراین حداقل فروکش کنه، مسئله افغانستان جدی می شود. چرا؟ مسئله افغانستان برایشان بسیار زیاد اهمیت داره و همین کلمه تی تی پی و همین گپا را شما فکر میکنین که پاکستانیا دقت جرأت دارن و اونم خصوصا پاکستان جرأت پیدا کرده که در شمال افغانستان در مرزهای تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان اینا را ببره جابجا کنه. برای چی؟ بنابراین فکرهای دیگه امریکا، فکرهای دیگه ناتو، فکرهای دیگه انگلیس داره که برای ازی بسترسازی میکنن، افکار عامه را مساعد میکنن. شما نگین که امریکا در داخل افغانستان هنوز هم نفوذ خود نداره، انگلیس نفوذ خود نداره. پاکستان هر کاری که میکنه به مشوره انگلیس میکنه، اگر چاله عضو شانگهای هم است و بعضی ها فکر میکنن که مناسبات بسیار عمیق با چین داره. شما متوجه هستین که صدر اعظم پاکستان با رفتن بر روسیه که او سفر قبلا تنظیم شده بود، اما به روزایی رفت که مصادف با حمله در اوکراین بود و مجرد که آمد از صدارت سلب صلاحیتش کردن، نفرهای خودش خریدن و نفرهای خودش علیهش استعمال کردن. یک قدر انگلیس ها در پاکستان نفوذ دارن و ایلیت پاکستان تحت نظر انگلیس ها هنوز هم کار میکنه. خب پس بر اساس همین فرمایش شما، پس این وزیرستانی ها یا پاکستانی های تی تی پی که در شمال جابجا میشه، پس به خاطر پیشبرد اهداف خود امریکا و انگلیس است، به خاطر دفع مزاحمت برای روسا و آسیای میانه، درست است؟ کلش یک احتمال است. ببینید هنوز معلوم نیست که مسئله اوکراین به کجا کشانده میشه. آیا واقعا جنگ اوکراین فروکش میکنه یا روسا موفق میشن یا روسا خاک اوکراین ترک میگن؟ آیا جنگ در همین سطح باقی بمانه یا جنگ فراتر از جغرافیای اوکراین پیش میره؟
آیا واقعا همین جنجال که بین چین و امریکا در مسئله تایوان در همین حد باقی میمانه یا اینا بیشتر شاخ و شاخ میشوند؟ اگر در صورتی که اون مسائل به همین حالتش بمانه و حتی شدیدتر از این شود، مسئله افغانستان باز یک ذره قضیهش اینقدر در سر میز نیست، یک ذره موضوعش سرد میشه و در صورتی که او حل شد باز مسئله افغانستان جدی میشه. من دیگه فکر نمیکنم که امریکایی‌ها اگه اونجا شکست بخورن باز ایجاد بیاین ناتو ایجاد بیاین یک چیزی دیگه ایجاد کنن، یک اینجا خب فکر نکنم بیاید، به خاطر از اینکه به جای خود اینا را آوردن. یعنی افراد تی پی افرادش در دوران جنگ طالبان خطی طالبان بودن. اینا هم نه منظورم تی پی نیست، منظورم خود طالبای امروزی که در افغانستان است خود جاگزین اساکر امریکا شده دیگه. اینا یک توافق دارن، یک اطمینان دارن که سربازای نیابتی از اون هستن. خب سربازای نیابتی گفتن یک ذره سخت است، مشکل است، ولی من میتونم بگم که اینا از آغاز مناسباتی بسیار تنگاتنگ دارن و اینا در بسیار برادرها پاکستان داو میزنن. در صلاحیت پاکستان نیست که تو یک گروهی کلان بسازه و چندین گروه هستن اینا را بسیج کنن و در خط طالبان به حرکت برن. من فکر میکنم یک برنامه کلان است. این برنامه محدود به پاکستان نیست، این برنامه بیرون پاکستان بعضی کشورهای محافظه‌کار و سندگرای عربی، بالاخره ناتو، امریکا، انگلیس، یک گپ کلان، بالاخره طالبان به یک قوت تبدیل شدن. فساد درونی کرزی و حکومت اشرف غنی هم شرایط برای پیشروی از اونها مساعد کرد. فسادی از این برادرهای دیگه هم که متاسفانه چشماشان کور بود، گوشاشان کر بود، فقط آدمای معده بودن، درباره شکم خود فکر میکردن، سرمایه جمع میکردن. این روز 100 بار ما گفتیم اینا قبول نمیکردن، فکر میکردن که ما هم تو گپای هوایی میزنیم. آخر اینمو گپا کلی شد. بنابراین شما شک دارین به نیابتی بودن اینمی جریان؟ نه خود ببینین اگه اونطور باشه 30 سال میشه، شک دارین شما؟ 45 سال میشه که در افغانستان جنگ نیابتی جریان داشت بین امریکا و روسیه، بین ایران و پاکستان و عربستان و ترکیه، هند. این جنگ نیابتی خو یک گپی نو نیست که تنهایی را شما مربوط به طالبان بدانید. این هم طالبان هم گروهای دیگه همینجا بدون شک جنگ افغانستان جنگ بوده که در این منطقه در این کشورهای بزرگ قدرت‌های بزرگ شامل بودن. دیگه خو شک نیست. یعنی اینا رو میدونید نیابتی بگیم بله دو ساعت جنگ امریکا و روس ولی دو ساعت هست خب تشکر. اگر از این بحث کم فاصله بگیریم، اگر اجازه باشه از این بحث کم فاصله بگیریم، گرچه که تحلیل‌های دیگری هم هست مبنی بر اینکه آوردن پشتون‌های اون طرف سرحد در امتداد مرزهای آسیای میانه در یک پروژه است که زمانی که روسا فرش سرخ برای طالبان پیش از تحویل قدرت پهن کردن میخواستن این اتفاق بیفته. شاید روسا بعدش هم نه که این اتفاق بیفته به خاطر که آسیای میانه بیشتر گرایش به روسیه پیدا کنه و اتحاد شوروی سابق دوباره آماده شود. ما چند وقت پیش، شاید فاصله که 2 هفته پیش، با یک دیپلمات بسیار قوی روسی صحبت میکردم، میخواستم دعوتش کنم در برنامه، علاقه به اشتراک نداشت، ولی 20 دقیقه نیم ساعت صحبت کردیم. اصلا راجع به این موضوعی که من مطرح کردم عکس العمل نداشت و تلویحاً در لابلای صحبت متوجه شدم اون تحلیل تا حد دقیق است که آوردن طالبان در کل و این اتفاقات اینچنینی بخشی از پروژه روسیه است که میخواهد جغرافیایش رو دوباره اعاده بکنه و حمله به اوکراین یک سند محکم است که شما میبینید ماه به ماه یک ایالت اوکراین زمین خاکش رسما میکنه با قوه قهریه، ولی به صورت نرم و استخباراتی